سلام بچه، حالتون چطوره؟ میره واسه سم بچه می 2011 زد خوش آمدید. بنده 2011 زد هستم. اومدم به توی یوتیوب فعالیت داشته باشم که در کل موسیقی خیلی بوم و خفنی مثل ماینکرافت باشه. احتمال داره که من توی یوتیوب بیشتر ماینکرافت بذارم، میدونم مثل آموزش ها، فکت های جالب، آزمایش کنیم و پارکور و چالش ها خیلی دیگه. پس بچه ها حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک نره، همینجور با کامنت حتما سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. خب بچه ها، اولین ویدیومو میخوام با آموزش ساخت هواپیما شروع کنیم. پس قبلش لایک نره، سابسکرایب و کامنت. لیتس گو. بچه حتما کانال ما رو به اشتراک بذارید. خیلی خب بچه ها، بریم آموزش. وسایلی که نیاز دارید، به یه دونه ابسیدین نیاز دارید، استیک پیستون ابزرور، اسلایم بلاک، آهانی بلاک و یه دونه از این فانوس ها. خیلی خب بچه ها، الان شما بیاید با ابسیدین بیا هر چقدر میخواید بریم بالا. مثلا من این که میخوام بریم بالا کافیه. خب بعدش باید بیاید با ابزرور یه دونه بذارید اینجاش که این نقطه قرمزه به سمت ما باشه و این فلش هم همچنان به سمت ما. بچه یه دونه این پیستون میذارید که این حتما با فلش سمت پیستون باشه تا کار کنه، تا بهش برق برسه. بعدش میاد اینجا دوتا اسلایم میذارید، بعدش میاد این زیر یه دونه ابسیدین میذارید، چه ابزرور ببخشید، ابزرور میذارید قیافه رو. خب بچه بعدش اینجا یه دونه استیک پیستون میذارید. ولی بچه اینجا باید استیک پیستون، این باید استیک پیستون باشه، این باید پیستون باشه. ابزرور فلشش به سمت راست و اینی که ابزرور فلشش سمت چپ. اینم استیک پیستون، اینم پیستون. بعدش میاد اینجا با اسلایم یکی دو تا اینجوری میذارید. والا هواپیما شما آماده است، همینجوری که میخواید راه میره، ولی میخوام براتون قشنگ‌ترش کنیم. یه دونه بلاک میاد جلو با اسلایم، دو تا هم اینجا، دو تا همینجا که شبیه بالای هواپیما باشه. یه دونه همینجا ببخشید اینجا باید هانی بلاک بذارید که اگه خاصی حرکت کنید روی این بشینید که نیفتید رو زمین. خب بچه‌ها الان اینجا میدونه فانوس دارید که اگه داشتید داخل شب میرفتید بتونید ببینید دیگه. خب بچه‌ها دیگه هواپیما شما آماده است، کار که فقط باش کنید بیاید روی هانی بشینید و اسمش اون ابسیدین رو بزنید خرابش کنید. و بله بچه، یک هواپیمای خیلی باحال. بچه اینو گفته باشن هیچ همین قد باشه، حتما باید همین شکلی باشه. میتونه اسلایم اضافه نذارید اگر خراب میشه. اسلایم حداقلش یکیش بشه ولی دوتا دیگه نمیشه. برای مثلا من یکی اضافه بذارم اشکال نداره واسه نه. خب نه یکی اشکال نداره، دوتا دیگه اشکال داره. بچه ها اگه برای شما این هواپیما رو ساختی یه بلاک دیگه بذارید اشکال داره، ولی یه بلاک دیگه بذارید دیگه پیستون زور اینو نمیکنه که هولش بده. پس چی باید چیز بکنیم، اسمش باید زیاد بلاک نذارین روش، یه دونه بس کلا. خب بچه این بود از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. و بچه خیلی ممنون تا اینجا ویدیو ما را بودید. لایک نره، فالو، کامنت. خدا نگهدار.